أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید باب ثناء الناس علی المیت، یعنی که باب در مسئله توصیف و تعریف کردن مردم مرده رو، انسانی که وفات میکنند مردم او را تعریف بکنند، مردم توصیفش بکنند، سخنانی کارهای نیکش یادرس بکنند چی فایده ها دارد. این باب در همین مسئله برامون دلایل تقدیم میکند. امام نووی رحمه الله در زیر این باب دو حدیث برامون تقدیم میکند. حدیث اول این باب حدیث 949 کتاب ریاض الصالحین، عن انس رضی الله عنه قال، یعنی که از انس رضی الله عنه روایت است که گفت مروا بجنازتین، میگد گذراندن به نزد ما جنازه را، یعنی که ایستادگی بودن این بزرگوار، میگه به نزد ما جنازه را، تابوت را گذراندن، فاثنوا علیها خیرا، پس یاد کردن درباره آن کسی که در داخل آن تابوت است یا درباره اون میت خیرا، یعنی سخنان نیک را یادرس کردن، یعنی تعریف و توصیفش کردن. فقال النبی صلی الله علیه و سلم وجبت، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که واجب شد. ثم مروا باخرى، بعد میگه باز گذراندن به نزد ما، میگه باز یک میت دیگری را، فاثنوا علیها شر، پس مردم یادرس کردن درباره این میت شر را، بدیای میت را، یعنی که صفتش کردن صفتای ناخوب و ناگوار میت را یادرس میکردن. فقال النبی صلی الله علیه و سلم وجبت، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که واجب شد. فقال عمر بن الخطاب رضی الله عنه ما وجبت، پس میگه گفت عمر ابن خطاب رضی الله عنه که چی واجب شد، یعنی که تعریفش کردن گفتی واجب شد، اینش کارهای بد ذکر کردن گفتی واجب شد، پس چی واجب شد؟ قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که هذا اثنیتکم علیه خیرا فوجبت له الجنه، اینه گفت که شما یادرس کردید وی را کارهای نیک و خوبش را، فوجبت له الجنه، پس واجب شد برای اون شخص، میگه جنت، پس جنت برای اون شخص واجب شد. و هذا اثنیتم علیه شر فوجبت له النار، پس گفت این دویمش که اثنیتم علیه شر، یعنی یاد کردید شما درباره اون شر و بدیایش را، فوجبت له النار، پس واجب شد برای اون دویمگینهش، گفت آتش دوزخ. انتم شهداء الله فی الارض، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که شما گواهان الله تبارک و تعالی در بالای زمین هستید، شما گواهان الله سبحانه و تعالی، شما شاهدهای الله سبحانه و تعالی در بالای زمین هستید. ولی تعریفش کردید، یعنی کارهای نیک و خوبش گفتید، پس جنت براش واجب شد. وقتی که اون را انسان بد بود که بدیاش گفتید، پس براش دوزخ واجب شد. این حدیث متفق علیه است. بعد از این حدیث 950 و عن ابی الاسود قال، از ابو الاسود روایت است که گفت قدیمت المدینه، میگم من وقتی که آمدم مدینه، قدیمت المدینه یعنی آمدم مدینه، فجلست الى عمر بن الخطاب رضی الله عنه فمرت بهم جنازه، پس میگه فجلست الى عمر بن الخطاب، نشستم در نزد عمر ابن خطاب رضی الله عنه، فمرت بهم جنازه، پس گذراندن میگه به نزد حضرت، به نزدمون، یعنی به نزد حضرت عمر، این یک جایی که بوده، میگه جنازه میت رو گذراندن، میت به نزدمون گذشت. فاثنی علی صاحبها خیرا، پس یاد کرده شد درباره صاحب آن تابوت خیری را، یعنی درباره اون مرده سخنان نیک یاد کرده شد. فقال عمر، پس میگه حضرت عمر گفت که وجبت، واجب شد. ثم مر باخرى، پس میگه گذرانیده شد کسی دیگری، با یک بگیم جنازه دیگری را گذراندن.
فاثنی علی صاحبها خیرا، پس میگه یاد کرده شد درباره صاحب آن تابوت خیره، یعنی درباره مرده سخنان نیکی را یادرس کردن. فقال عمر وجبت، میگه حضرت عمر رضی الله عنه گفت که واجب شد. ثم مر بثالثتی، بعد میگه گذرانده شد سیومش، یعنی سیوم تابوت رو گذراندن. فاثنی علی صاحبها شرا، پس یادرس کرده شد درباره صاحبش میگه بدی ها، یعنی که از نام صاحب آن تابوت بدی ها یادرس شد که انسانی بد است و کارهای ناخوبش ذکر کرده شد. فقال عمر وجبت، پس میگه حضرت عمر رضی الله عنه گفت که واجب شد. قال ابو الاسود، ابو الاسود راوی حدیث میگه که فقلت ما و ما وجبت، میگه گفتم که با چی واجب شد؟ چطور که حضرت عمر رضی الله عنه خودش حضرت پیغمبر پرسیده بود. این راوی از حضرت عمر وقتی که وجبت را که شنید پرسان شد که چی واجب شد یا امیر المؤمنین، و امیر المؤمنین چی واجب شد؟ قال قلت کما قال النبی صلی الله علیه و سلم، میگه که گفت، راوی حدیث میگه گفت حضرت عمر رضی الله عنه گفتم چی طوری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت. ایما مسلم شهد له اربعه بخیر ادخله الله الجنه، یعنی هر مسلمان را که گواهی بدهند برای اون مسلمان اربعه بخیر، 4 کس با کارهای نیک و خوبیش، یعنی 4 کس یادرس شوند و شهادتی بودند با خوبیش، ادخله الله الجنه، داخل میکند الله سبحانه و تعالی این شخص را به جنت. فقلنا و ثلاثه، راوی میگه ابوالاسود میگه که پس ما گفتیم که و 3 کس باشد چی؟ یعنی 4 کس نه و 3 کس گواهی بدهد. قال و ثلاثه، گفت اگر 3 کس هم که باشد. یا اینجا حضرت عمر میگه پیغمبر پرسیدیم، فقلنا، حضرت عمر میگه پس ما گفتیم صحابه ها پرسیدن و ثلاثه، یعنی ای رسول الله اگر که 3 کس باشد چی؟ قال و ثلاثه، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت اگر 3 کس هم باشد، یعنی 3 کس هم باشد الله سبحانه و تعالی اون کس داخل جنت میگرداند. و اثنانی، با سوال شی اگر 2 کس باشد چی؟ قال و اثنانی، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت اگر 2 کس هم باشد، یعنی 2 کس هم اگر گواهی بدهد با کارهای نیک یک شخص. ثم لم نسأله عن الواحدی، پس میگه حضرت عمر رضی الله عنه میگه پس میگه نپرسیدیم ما پیغمبر صلی الله علیه و سلم را درباره یک شخص، یعنی یک شخص اگر برای یک کس شهادتی بدهد که همین انسان انسانی خوب و نیک بود چی میشود، این را میگه از پیغمبر نپرسیدیم، اما 4 کس و 3 کس و تا 2 کس را پرسیدیم. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت میکند. این بود باب تعریف کردن مرده، یعنی کاری نیک مرده را یادرس کردن با فایده مرده می باشد. بعد از این باب نو، باب فضل من مات له اولاد صغار، یعنی باب در باره فضیلت شخصی که وفات کردگی هست فرزندان خردسالش. مثلا یک انسان فرزندان خردسالش وفات میکند، این چی فضیلت دارد، این چی اجر و پاداش برای پدر و مادر صبورش دارد. خب در این باره چند حدیث تقدیم میکند. حدیث اول این باب حدیث 951 کتاب ریاض الصالحین. عن انس رضی الله عنه قال، یعنی که از انس رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که ما من مسلم یموت له 3 لم یبلغ الحنث، یعنی نیست مسلمانی که وفات میکند 3 فرزندش لم یبلغ الحنث، اون فرزندانش به بلاغت نرسیده است، یعنی که به گناه را نشدند، به بلاغت نرسیده یک انسان 3 فرزندش اگر وفات کند، الا ادخله الله الجنه بفضل رحمته ایاهم، مگر این که
یعنی که هر مسلمان را که 3 فرزندش به بلاغت نرسیده وفات میکند، ادخله الله الجنه، داخل میکند الله سبحانه و تعالی این انسان را به جنت، بفضل رحمته، به فضل و رحمت خودش الله سبحانه و تعالی، ایاهم، به فضل رحمتی که الله سبحانه و تعالی به آنها دارد. پس الله سبحانه و تعالی این انسان را داخل جنت میگرداند، انسانی که صبر و تحمل میکند این سختی ها و مشکلات را. حدیث متفق علیه است. حدیث متفق علیه. بعد از این حدیث 952 و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که لا يموت لأحد من المسلمين 3 من الولد لا تمسه النار الا تحلة القسم. میگه که لا يموت لأحد من المسلمین، نمی میرد کسی از مسلمان ها، یگان کسی از مسلمان ها 3 فرزندش، هر مسلمان را یعنی لا را ترجمه نکنیم، یموت لأحد من المسلمین 3 من الولدی، یعنی که میمرد هر شخص از مسلمان را 3 فرزندش، لا تمسه النار، یعنی که نمیرسد به این انسان آتش دوزخ، این انسان دیگر در دوزخ سوزانده نمی شود، الا تحلة القسم، مگر به خاطر تحقق پیدا کردن قسم، یعنی بعد آتش به دوزخ گذرانیده می شود اما نمی سوزد. اون گذراندن هم برای چی است؟ برای تحقق پیدا کردن قسم الله تبارک و تعالی است. الله سبحانه و تعالی قسم یاد کردگی است. این حدیث متفق علیه است. پس امام نووی میگه تحلة القسم، یعنی تحقیق گرداندن قسم الله سبحانه و تعالی موافق به این آیت است. قول الله تعالی، سخن الله سبحانه و تعالی است که الله میگه که و این منکم الا واردها، و نیست کسی از شما مگر این که گذر میکند به دوزخ، الا واردها، مگر این که وارد میشود، گذر میکند یا گذرانده میشود به دوزخ. الورود میگه اکنون واردها گذر میکند، میگه الورود هو العبور علی الصراط، ورود میگه اون گذشتن به بالای پل صراط است. و هو، همین پل صراط چی است؟ میگه جسر منصوب علی ظهر جهنم، این میگه یک پل هست، یک کوپری که هست که منصوب است، یعنی نصب شدگی است، گذاشته شدگی است علی ظهر جهنم، بر پشت جهنم. عافانا الله منها، الله سبحانه و تعالی حفظ بگرداند، دور بگرداند ما را از وی، الله سبحانه و تعالی ما را از دوزخ دور بگرداند، آمین یا رب. پس میگه الله سبحانه و تعالی و الا تحلة القسمی، معناش این است که برای تحقق پیدا کردن قسم الله سبحانه و تعالی نمیگذرانده میشه، با پول صلات میگذرن با بالای آتش، اما در آتش سوزانده نمیشوند. این بود حدیث 952. بعد از این حدیث 953 و عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است که گفت جاءت امرأة الى رسول الله صلی الله علیه و سلم فقالت، میگه آمد زن نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس گفت یا رسول الله، اون زن آمده گفت که ای رسول الله ذهب الرجال بحدیثک، یعنی فایده گرفتن مردها با سخنانی تو، بهره بردند و فایده به دست آوردن مردها با سخنانت، یعنی مردها همیشه در برت هستند، همیشه همراهت هستند، پس اون مردها از سخنانی تو پند گرفتند و بهره و فایده گرفتند. فاجعل لنا من نفسك یوما نأتیک فیه تعلمنا مما علمك الله، پس اون زن طلب کرد که فجعل، یعنی قرار بده برای ما یا خاص بگردان برای ما، فجعل لنا، قرار بده برای ما یا خاص بگردان برای ما، من نفسی که یوما، از پیش خودت روزه، یعنی یگان روزه را از پیش خودت ای رسول الله صلی الله علیه وسلم اختیار کن برای ما،
ناتیک فیه، ما در آن روز بیایم نزدت، تعلمنا، تو ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما رو تعلیم بده، مما علمک الله، از اون چیزی که الله تبارک و تعالی برای تو تعلیم داده است. یعنی همون علمی را که الله برات داد، پس یک روز را اختیار کن که ما بیایم و فایده از صحبتایت ببریم. قال، پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت اجتمعنا یوم کذا و کذا، گفت جمع شوید شما زنها روز فلان و فلان، یعنی فلان فلان روزها را تعیین کرد برای زنها که جمع شوید. فاجتمعنا، پس زنها جمع شدند. فاتاهن النبی صلی الله علیه و سلم، پس آمد نزد این زنها رسول الله صلی الله علیه و سلم. فعلمهن مما علمه الله، پس تعلیم داد رسول الله صلی الله علیه و سلم این زنها را از آن چیزی که الله تبارک و تعالی پیغمبر را تعلیم داده بود. ثم قال، بعد در آخر در وقت صحبتایش رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت ما منکن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد الا كانوا لها حجابا من النار، یعنی که ما منکن من امرأة، یعنی نیست از بین شما زن تقدم ثلاثة من الولد، یعنی از دست بدهد سه فرزندش رو، یعنی هر زن سه فرزندش رو از دست بدهد، الا کانوا لها حجابا من النار، مگر اینکه می باشد اون فرزندان برای این مادرش حجاب از آتش دوزخ، یعنی مانعه از آتش دوزخ می باشند که دیگر این مادر در آتش دوزخ سوزانده نمی شود. فقالت امرأتون، پس گفت زنی از بین زنها گفت که واثنینی، اگر که دو فرزندش رو از دست بدهد چی؟ فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم واثنینی، پس پیغمبر صلی الله علیه وسلم و دو تا هم باشد، یعنی هر کسی دو تا فرزند هم از دست میدهد، اون فرزندانش حجاب مانعه بین این مادر و پدر و بین آتش دوزخ میگردد. حدیث متفق علیه است. این بود باب فضل هر کسی را که فرزند خردسالش وفات بکند، اما این انسان صبر و تحمل را پیشه بکند. خب بعد از این باب نو، باب البکاء والخوف عند المرور بقبور الظالمین و مصارعهم، یعنی که باب در مسئله گریه کردن و ترسیدن، یعنی انسان باید گریه بکند، انسان باید بترسد که عند المرور بقبور الظالمین، در وقت گذشتن به نزد قبرهای ظالم ها، وقتی کافران و ظالمان کلانی که وفات میکنند به نزد قبرهاشان میگذری، باید گریه کرده و ترسان شده بگذری. و مصارعهم، و همچنین انسان هایی که به جای هایی که هلاک شدگی هستند اون ظالم ها، اون کافران، جایی که عذاب بالاشون آمد، یا در جایی که اون ظالم وفات کردگی از جای هلاک شدگی اون ظالم ده، وقتی میگذرد انسان باید با گریه و با خوف با ترس بگذرد. و اظهار الافتقاری الى الله تعالی، باب همچنین در مسئله آشکار کردن و نمایان کردن افتقار به سوی الله سبحانه و تعالی هست، یعنی که نیاز داشتن، که انسان نیاز دارد به الله سبحانه و تعالی، انسان عاجز است به سوی الله سبحانه و تعالی، باید انسان این را آشکار بکند. و تحذیر من الغفلت عند ذلك، و برحذر داشتن، یعنی باب همچنین در مسئله برحذر داشتن از غفلت در وقت آن است، یعنی در وقت گذشتن به جای نزد قبرهای ظالم ها، یا در جایی که ظالم ها را بالاشون عذاب آمدگی است. انسان یعنی که غافل نباشد از این چیز، وقتی که میگذرد
زود ده بگذرد و تیز ده بگذرد و گریان و با ترس بگذرد. اکو چرا این کار بکند در حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان خواهد کرد. خب در این باره در زیر این باب دو حدیث میارد. حدیث اولش، حدیث اول این باب حدیث 954 کتاب ریاض الصالحین، عن ابن عمر رضی الله عنهما، یا یک حدیث میارد دو روایت. حدیث 954 عن ابن عمر رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال لاصحابه یعنی لما وصلوا الحجر دیار ثمود. یعنی که از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است، هر آینه میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم قال لاصحابه، گفت صحابگانش را، یعنی هم سفرانش، اون صحابگان را پیغمبر گفت که یعنی لما وصلوا الحجر، کی گفته؟ یعنی که زمانی که رسیدن در حجر. حجر نام مکانی است، دیار ثمود است، یعنی دیار قوم ثمود است. قوم صالح را جاش حجر نام داشت. خب وقتی که میگه در همون جا که رسیدن پیغمبر گفت که لا تدخلوا على هؤلاء المعذبین الا ان تكونوا باکین، گفت نگذارید شما با نزد این قوم ثمود، با قوم ثمود، با اون مکانی که قوم ثمود بالاش عذاب اومده که بود، گفت شما با اینجا نگذارید. المعذبین که اینها معذب هستند، یعنی عذاب داده شده هستند. الا ان تکونوا باکین، مگر اینکه شما باید گریه کنان باشید، یعنی گریه کرده بگذارید. فإن لم تکونوا باکین، پس اگر که شما گریه کننده ها نباشید، فلا تدخلوا علیهم، پس شما داخل نشوید به مکان اونها، به جای اونها، به حجر شما داخل نشوید. لا یصیبکم ما اصابهم، چرا پیغمبر گفت داخل نشوید؟ گفت لا یصیبکم ما اصابهم، مبادا که یصیبکم برسد به شما ما اصابهم، اون چیزی که به اونها رسیده بود. یعنی که آن عذابی که بالای اونها آمده بود، باز همون عذاب بالای شما هم در همون وقت نیاید. از این حساب گریه کنان و با ترس از اونجا مرور کنید و از اونجا بگذرید. خب این روایت اول این حدیث بود. و فی روایت قال، در یک روایت دیگر آمده است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که لما مر رسول الله صلی الله علیه و سلم بالحجر قال، زمانی که گذشت پیغمبر صلی الله علیه و سلم به نزد حجر، به نزد همون وادی که مکانی که قوم ثمود بود، به همونجا که گذشت پیغمبر گفت که لا تدخلوا مساکن الذين ظلموا انفسهم، یعنی داخل نشوید به سکونتگاه کسانی که ظلم کردن به نفسهایشان، در بالای خودشون ظلم کردن. ان یصیبکم ما اصابهم، این که برسد به شما ما اصابهم، اون چیزی که به اونها رسیده بود. یعنی برای چی ندرایید؟ به خاطر آنه که اون چیزی که به اونها رسیده بود باز به شما هم نرسد. الا ان تکونوا باکین، مگر اینکه شما در حال گریه کردن باشید، مگر اینکه شما با گریه باشید. اگر گریه کرده باشد یعنی که بگذرید، اما بدون گریه کردن، بی پروایی کردن در این مسئله جایز نمی باشد. ثم، اکنون میگوید که راوی میگوید ثم قنع صلی الله علیه و سلم رأسه، بعد میگه پوشانید پیغمبر صلی الله علیه و سلم رویش را، سرش را. پیغمبر سرش را پوشانید و اسرع سیر حتی اجاز الوادیه، و زود گردانید راه گشتنش را، یعنی زود دیگر حرکت زیاد کرد، حتی اجاز الوادیه، تا اینکه گذشت یا پشت سر کرد اون وادی را، اون حجر را، اون مکانی که قوم ثمود بود، اونجا را طی کرد و گذشت. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم این کار خودش انجام داد که زود گذشت. پس از این حدیث یک فایده بسیار مهمی این است که جای‌های ده که عذاب شده، قوم‌های پیشین عذاب شده هستند، اون جای‌ها رفتن برای بگیم سیر و گشت و بگیم فقط تماشا و فقط یک چیز جایز نیست. وقتی که انسان اونجا میرود باید بسیار با دقت باشد، و اگر رفت و بگیم در اونجا
مکان قرار داد و در اونجا زندگی کرد و سکونت کرد، این خلاف سنت است. اما فقط علما اجازت میتین انسان باید با ترس و با هراس و با گریه اگر تماشا کردن هم باشد یک تماشا کند و زود اونجا را ترک کند، زیرا که اونجا جایی هست که عذاب الهی اونجا نازل شدگی هست. اما رفته در اونجا سکونت قرار دادن و یک روز دو روز ایستادن و یا چند ساعت رو گذرانیدن، این جایز و درست نمی باشد، زیرا که اون مکان نزول غضب الله تبارک و تعالی هست. خب این بود درس امروزمون. با همین این درس به آخر رسید و بعد از این همچنین این کتاب به آخر رسید، کتاب بیماری و عیادت بیمار این به آخر رسید و میگذاریم به کتاب نو، کتاب آداب سفر، یعنی کتاب درباره آداب سفر کردن که انسان وقتی سفر میکند چه خیلی سفر کند، کی سفر بکند، چیکار بکند، چیکار نکند، و در این باره ان شاء الله درس آینده خواهیم گرفت. با همین درس کتابی عیادت المریض و عیادت گرفتن بیمار و عیادت رفتن بیمار به آخر رسید. ان شاء الله درس آینده کتابی آداب سفر کردن شروع خواهیم کرد. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.